جوان 27 ساله زاده تاجیکستان فیض‌اللهیف به 1 سال و 10 ماه کارهای اصلاحی محکوم شد. بر اثر سوختار روز 2 سپتامبر سال 2022 در این فروشگاه 1 نفر به هلاکت رسیده، 12 نفر دیگر ضرر دیدند. تلگرام کانال خدمات مشترک دادگاه ولایت کورسک روز 14 اکتبر سال 2023 خبر داد که فیض‌اللهیف برای طرف جبر دیده مغازه استیلنیک همچون 1,887,000 روبل یا نزدیک 19,000 دلار رویانیده می شود. حجم عمومی تاوان در اول بیش از 30 میلیون روبل یا 300,000 دلار با قرب امروزه را تشکیل میداد، ولی بغیر از استیلنیک 11 جبر دیده دیگر طلب تاوان نکردند. قبلا دادگاه نویه لنین شهر کورسک فیض‌اللهیف را به 1 سال و 6 ماه کارهای اصلاحی محکوم کرده بود، ولی دادرس قطعه رقم 12 حوزه مرکزی شهر کورسک روز 13 اکتبر حکم او را 1 سال و 10 ماه بالا برد. فیض‌اللهیف باید تا ادای حکمش هر ماه 10% معاشش را نیز به دولت روسیه بسپارد. بنا به فرضیه تفتیشات دادگاه صبح 2 سپتامبر سال 2023 فیض‌اللهیف به جای کارش در مغازه امیگا پلنت واقع در قبط سیمی فروشگاه بومرانگ آمده، دستمال بخاری را به برق پیوست کرده، 1 کورتر را دستمال کرده است، ولی بعد او از خط برق بیرون کشیدن سیم دستمال را فراموش کرده بیرون رفته است. در نتیجه این بی احتیاطی دستمال آتش گرفته، بعد چند داخل مغازه و سپس مغازه های اطراف را فرا گرفته است. در نتیجه سوختار 1 نفر به هلاکت رسید. خدمات مشترک دادگاه کورسک گفت فیض‌اللهیف در جریان مرافعه گانه را پوره به گردن گرفته از کار کردش اظهار پشیمانی کرد، ولی گفته می شود در اطلاعیه او حق دارد که از این حکم شکایت برد. خود فیض‌اللهیف و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند و معلوم نیست که حکم صادر شده را میپذیرند و یا از آن شکایت خواهند برد.